اینک دوستان عزیز باز هم در ناحیه فیض‌آباد حضور داریم در دهه لالگی. برای شما عزیزان دل و برادران مخصوص به ما زنگ تلفنی دعوت کردند که اکا مرحمت به دهه لالگی. در دهه لالگی به نهایت ورزشگران بسیارند. کنی ورزشگران آماده باشن یک تا مرحمت بیایه. چی نام داری دادر جان؟ احمد جان. احمد جان مکتب میونه میخونی یا که یگان اینستیتوت میخونی چی کله؟ مکتب میونه. صنف چندی؟ 10. صنف 10. آفرین. صنف 10. در برنامه اشتراک میکنی یا مجبور دو نه؟ اشتراک میکنی؟ گپ نیست. صنف 10 به بهای چه میخونی؟ نرمال نیست. این 3 پلیس 3 هم خیلی ها. خب برنامه را تماشا کردی توسط شبکه‌ها تماشا میکنی؟ میدونی حالا که شناس هستی با برنامه ما. یعنی که ما از یالینگا سر میکنیم. منم که یالینگا از 30 تا کی زدی 20 سومون کار میکنی. 40 تا زدی حالا که 40 سومون کار میکنی. 50 تا زدی 50 سوم 60 تا میخی رفتن میگیره. فهمیدی؟ دومش پفکفونی میکنی. در 10 سکند 20 سومون میگیری، در 20 سکند کفوندی 10 سومون میگیری. سومش سوال جواب. سوال میتیم تا جواب میتی. میشه؟ قبول؟ تیار می؟ اکا جورا خونه میشناسی؟ مرا چی؟ اکجا میشناسی؟ دیدگی میگه در لبی دایرو. مهمه قبول. یک لینگا. تاش رفتیم. 1 2 3 4 5 6 آفرین 7 8 میشه 9 10 نشو ملده حالا که همین 10 تا احمد جان زد خودروی را سر کرد هیچ گپ نداره میشه. به هر حال پهلوان یکمی نگی در لالگی همین برآمد. شما پهلوانای سر دیگه یگان تا نبرآمده. خب انا پفک جان پفک جان احمد جان اینا پفکه اینا در 10 سکند میکفونی. 10 سکند 10 سومونه 20 سومون 20 سکند 10 سومونه. یک کار کن 10 سکند کفون پفکه اخی. تیاری رفتیم. 4 سکند 5 6 7 8 9 10 11 12 دم که 13 14 15 16 17 8 چخلی شه؟ کپیدی کفیده؟ دیدی چند شد؟ 21 و 50. یکی من 20 سوم میکنم 10 سومون کار کردی. یک خرسک میزنیم برای 10 سومون کار کردی. آفرین. خب دوستای عزیز میگذاریم به قسم سوال. احمد جان مکتب را چخه به بهای چه میخونی؟ 4 و 3 میشه و هم 4 و 3 هم خوبه. همین اصلا باید انسان وطن دوست باشد. وقتی که محبت به وطن داری، به برادر داری، به دوستا داری و 3 هم خونی 4 هم خونی و اوسش بعد در دلت گرم میشه. فهمیدی؟ خب انا که سوالکای آسان میتونم ببین. 1 کیلو پخته وزن میده 1 کیلو آهن. آفرین. یکم سوال یافت یک خرسک میزنه. تمام باشه. خب دوامش. خب 5 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 0 چند میشه با؟ بیا خیلی میکنیم. 5 ضرب 3 ضرب 0 چند میشه با؟ نه 5 ضرب 3 ضرب 0 1 3 نمیدونه. مردک بانین گفت که نمیدونه. خب الفبet زبان تاجیکی در مکتب زبان تاجیکی میخونه روسی؟ زبان تاجیکی روسی ها؟ خیلی روسیشه چخه نمیشم تاجیکی. الفبet میدونه اما میدونه آخی. رفتیم پپریت که درست به خطا. A B B G D E J J Z I K L M N O P R S T آپرسه اوس شنا میدونه اوس شو بخود خواهد بعد صنف 11 میخونه هیچ گم نداره. 3 سوال دادم تا 2 تا 3 تا دادم. چه خونو خورده سی؟ یا که مرا دیدی لرزی؟ پوچود لرزی. دولینگا مرحمت رفتیم.
یک سه چهار بوتانی ختمی سو کرنگی بلند هفت نه 10 11 12 13 زونو کدگیره 14 15 خب 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 چوکا ها کنی برای هم پیش همو انمو بیتون راو دویده بیو دویده بیو دویده نمیشه هیچ گپ نداره احمد جون برای اونه که تو یک پفک کفوندی یعنی که راهی نفسی تو تازه خوش رو کار میکنه مشق کن و بسیار ترک بخون دودر عزیزم وطن دوست بدار این 10 سمه از اون تو است اگر حاضر شوه گروه تا جمع کن 4 کس کی قطیته 4 کس دیگه بند کشک میکنه او هم 30 سومون دوره فهمیدی کسی که عاوز مو خد میکشه من خد میگم تیار شه رحمت سلامت باشید تیاره حالا تیار شه اصول بچا یک دو سه سلام و درود خداوندی به مردم شریف تاجیکستان به برادران و عزیزان دلی که بیرون از وطن هستند به کل مسلمانان روی دنیا چون امروز ماه شریف رمضان است برای همه شما عزیزان دل مهربانان مردم شریف تاجیکستان مسلمانان روی دنیا ماه شریف رمضان را تبریک و مبارکباد گفته به همه شما عزیزان دل عمر دراز رزق فراز خانه آباد تنی صحت را از درگاه پروردگار بزرگ تمنا دارم ماه شریف رمضان ماه نزول قرآن است ماه برکت است ماه عفو گناهان است عزیزان دل هر کسانی که از یکدیگر رنجیده باشند در این ماه شریف رمضان ببخشند مهربانی کنند انشاءالله که خداوند برکت در کسب و کار در خاندان ما و شما عطا می‌فرماید بار دیگر ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشد تن صحت و خانه آباد باشید خدا یارتان